درود شنونده های گرامی. سلسله گفتارهای خوانش بدیعی. با توجه شما رامانی کیفری دلوری میرزا در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری. آغاز گفتار 25. منشی اول کمیته مرکزی حزب کمونیست بلشویکی جمهوری تاجیکستان گوساینوف برای نبردن نظارت حزبی و بی‌مسئولیتی از وظیفه معزول کرده شد. آن ایام هر کس در فکر نجات جان خود بود و قسمی از منصب تلاشان سعی بر آن داشتند که بهترین ها بدنام و قربان شوند. این نقطه نظر بر راهبران عالی مقام شوروی پسند بود. آنها ترس داشتند که فرزندان فرزانه ملت‌های دیگر بین هم قومان خویش کارهای تبلیغاتی را براه مانده در نهاد ایشان حس خودشناسی و هویت ملی را بیدار می‌کنند. چون این مناسبت می‌تواند بعد چند سال دیگر شرایط مهیا نماید که جمهوری ها از هیئت جماهیر شوروی تلاش جدا شدن نمایند. از این رو فرزندان فرزانه ملت های دیگر را سرکوب نموده سخت‌ترین جزا را در حق آنها روا می دیدند. اما آموزش اثرهای زیادی تاریخ نگاران و موادهای بایگانی امکانیت می دهد حقیقت سال 1933 را روشن کنیم. این سال به قول تاریخ نویسان سال دستاوردهای بزرگ دولت جوان تاجیکان بود. محض در همین سال در کار مهاجرکنانی ترتیب و نظام معین در آورده شد. اکنون مردان قابل قوه کاری نه تنها برای آباد نمودن وادی وخش بلکه با مقصد منبع استقامت نمودن در آن مناطق همراه اهل عائله هایشان کوچیده می آمدند. در همین سال بیشتر دهقانان اصیل مهاجر کرده می شدند. راهبران دولت کوشش می کردند که بیشتر مردم محلی به جایهای نو کوچند و خاک و آب وطن خویش را صاحبی نمایند. نصرت الله مخصوم به اختیار کمیته مرکزی وکپب به شهر مسکو فرستاده شد. باز یک مدت با دخالت رهبر اول او را به حالش ماندند. همراه اهل بیت از تاجیکستان عزیزش به مرکز دولت شوراها رفت. باور داشت که بعد دستور رفیق استالین عادلانه معلومات پیشنهاد شده را می آموزند و موی را از خمیر جدا کرده درباره فعالیت وی و همکارانش خلاصه درست می برارند. راهنمایی دهند که دشمنان یک ملت کهنه بنیاد برای جسمن نابود کردن فرزندان فرزانه و بلشویکان متین کامیاب گردند. و اکنون در رشته علمهای جمعیتی اکادمی تحریزی نزد کمیته مرکزی وکپب تحصیل می کرد. با تمام هستی سعی می نمود که نظریه مارکسیسم را باز هم چقورتر آموزد. در آینده برای بنیاد یک مملکت در حقیقت خلق پرور سهم گذاشته تواند. اما فلک کینور بر رغم فرزند آدم گردش می کرد. امروز بعد به انجام رسیدن درس در اکادمی به خانه برگشت. به حجره کاری خیش وارد شد و کتابی را به دست گرفت، ولی خیالش همیشه بند تاجیکستان بود. از مطبوعات دوری خبرها را می‌خواند و دلش از فرح لبریز می‌شد. سال تا سال غله‌کاری اوج می‌گرفت. سرشمار چاروا زیاد می‌شد. در سراسر جمهوری تاجیکان تشکیل کلغاس‌ها وسعت می‌یافت. زمین‌های کشت پخته وسیع می‌شد و استحصال آن زیاد می‌گردید. در وادی وخش صدها گکتر زمین‌های بیکار خوابیده آبیاری شدند. شماره مکتب‌ها افسوده ایستاده است. صناعت هم در حال رشد بود. از هر دستاورد همدیاران خویش
قبط گوشت می‌گرفت. وی از آن قناعتمند بود که با وظیفه رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان فرزند دلاگاه ملت شیرین شاه تیمور انتخاب شد و می تواند راه او را ادامه دهد، در بنیاد جمهوری تاجیکان سهمی ارزنده گذارد. با این جوان دلیر و کاردان هنوز سالهای 21 آشنایی پیدا کرد. زبان روسی را خوب می‌دانست، از حیات مردم آگاه بود و برای عملی گردانیدن برنامه‌های گوناگون پیوسته تلاش می‌کرد. تاجیکی اصیل و با ننگ و ناموس که بجز خدمت خلق و وطن کار از دستش نمی آمد. با حیات وی بدتر شناس شد و حالا کتاب را ورق می زد و درباره این جوان مرد غیور اندیشه می راند. شیرین شاه از وی چند سال خرد بود. سال 1899 در شغنان بدخشان به دنیا آمد. بدخشانی که بارها نامش را در میراث ادیبان گذشته خوانده بود و مورخان خودی و بیگانه درباره این سرزمین سنگیستان اندیشه رانی کرده اند. شاعران در اشعار خویش صفت لعل بدخشان را می گفتند. یادش آمد که تصادف در بیاض به این معنی بیت خوانده بود و بیت یادش آمد و آن را با آوازی پست خود به خود زمزمه کرد. گر به چشمی تربیت بیند فروغی آفتاب، هر کجا سنگ بود لعلی بدخشان می شود. شیرین شاه بر وقت از نوازش پدر و مادر محروم گشت. 13 ساله بود که با مقصد یافتن برده نان از حوالی عمکش بیرون برآمد. میخواست یک برده نان را با مهنت حلال به دست آورد و قسمت او را به نزد سرحدبانان روس برد. خدمتگار شد در اتریاد مرزبانان. بچه حلیم و نرم گفتار و چابک و هوشیار بود. خصلت‌های حمیده او با یکی از فرماندهان عسکران روس پسند آمد و سرپرستیش را به عهده گرفت. با دستگیری او شیرین شاه را به مکتب روسی که فرزندان مرزبانان در آن تحصیل می‌کردند قبول کردند. گاهی فارغ درس به خدمتگاری مشغول می شد. شب هنگام ساعتهای خوابش را می دزدید و درس تیار می کرد. دیر نگذشته فرمانده را به تاشکند دعوت کردند. وی باید خدمت را در آنجا ادامه می داد. شیرین شاه را همراه بردن خواست، اما یتیم بچه دو دیله بود. به اجازه خویش و تبار نمی توانست همراه یک مرد بیگانه که به ملت وی حتی هیچ ارتباط نداشت به شهرهای دور رود. اما فرمانده روز که مرد دانشمند و رحمدل و یتیم پرور بود، با خویش و تبار و نزدیکان او مشورت کرد. به آنها فهماند که شیرین شاه بچه صاحب استعداد است و ذهنش قوی است. در این سنگستان چیکار میکند؟ اگر همراه من رود در مکتب‌های کلان تحصیل میکند، خواهد آنجا کار و زندگی مینماید، نخواهد باز نزد شما برمیگردد. بعد رازگی خویش و اقربا شیرین شاه همراه فرمانده عازم شهر تاشکند شدند. مکتب را با بهای اعلی ختم نمود و سال چند به صفت کارگر در کارخانه‌های شهر تاشکند کار کرد. شاهدی غلبه انقلاب اکتبر شد. همان سالها با بلشویکان روس آشنا شد و این شناسایی به حیات آینده جوان زحمتکش تأثیر رساند. از آن مردان سیاستدان سبق می گرفت و به مسلک ایشان اعتماد کرد. هر دو در یک سال برای به صف حزب بلشویکان در آمدن عرضه دادند. نصرت الله مقسوم در خوقند و شیرین شاه در تاشکند. سال 1920 بود و سال پس به عضویت پذیرفته شدند، اما هنوز یکدیگر را نمی شناختند.
بعد 1-2 سال با هم وا خوردن و دیگر در مبارزه ها در غم و شادی همیشه پهلوی یکدیگر ماندند تا آن ساعتی که قسمت بازینگر به سر نصرت الله بلا آورد. شیرینشاه شاه تیمور با وجود جوانی مردی روزگار دیده را میماند. غربت و یتیمی و دربدری برای او مکتبی بزرگی بود. آب و تاب یافت و به مردان حقیقی جانفدای ملت تبدیل یافت. سال 1924 یک جایه برای تأسیس جمهوری تاجیکان ناترسانه مبارزه بردند. به نوبت به نام کمیته مرکزی حزب کمونیست اتفاق سوویتی درباره بی‌عدالتی ها نامه نوشته اصرار می‌کردند که تاجیکان در قطار دیگر ملت‌های مقیم این آب و خاک حقوق دارند صاحب جمهوری مختار باشند. سالهای مدهش بازمچیگری شیرینشاه در صف پیش بود. در ولایت کولاب با عامه و خوری ها می گذراند. درباره منفیت حکومت شوروی بین مردم برآمدهای زیاده می کرد. ماهیت حکومت نو را با زبان عامیانه با آنها می فهماند و در سرکوب کردن دشمنان ساخت نو قطار دیگر سربازان دلیرانه می جنگید. همه این را به یاد می آورد و در دل شاد بود که هم مسلک ملت دوستش می تواند کارهای ناتمام او را به انجام رساند. می تواند در اساس دستور پیشوایان حزب یکی از پایه‌گذاران بهترین دولت نوین در تاجیکستان باشد. سفرش را به بدخشان به یاد آورد نصرت الله. صحبت با مردم عادی و مهنتکش بدخشان در خاطرش بود. می دانست که بدخشانی ها در محیط بوای رسیدند که مکر و حیل را نمی دانند. به حرف انسان باور می کنند. صادقانه زحمت می کشند و نان حلال می خورند. مردم کمبغل بدخشان انقلاب را با خرسندی پیشواز گرفتند. بدخشانی ها تا انقلاب آنقدر ظلم و ستم کشیدند که حسابش را کسی نمی داند. دیار است که بایگری های زیاد دارد در سینه کو، اما برای صاحب شدن به این دارایی دانش لازم. اسباب و انجام کوهکنی در کار. ملک کم زمین است. زمینی داشتگیش نیز به چند ثروتمند و تجار تعلق داشت. حکمتداران محلی به مردم کمبغل جبر و ستم می‌کردند. همسایه ها ظلم می‌کردند. گوش فلک کار بود و آه و شیون مردم نگونبخت را نمی‌شنید. بدترها بیگانه ها به این سرزمین سنگستان مایل کردند. آنها که صاحب علمهای دنیوی بودند و می دانستند که سنگستان در بغلش معدنهای قیمت بها دارد، مقصدی به آن صاحب شدن را در دل می پروریدند. دولت مردان کشورهای دور هم بعد مصلحت دانشمندان در خدمتشان بوده برای صاحب شدن به این ملک تلاش می کردند. ساکنان پامیر همه این را می دیدند و علاج می جستند. بالاخره برای همراه شدن به حدود رسیه پادشاهی راضی شدند و در اساس شرطنامه طرفین یک حصه بدخشان به رسیه همراه شد. این واقعه سال 1895 رخ داد. دریای پنج را مرز قرار دادند. بررسی همراه شدن قسمت بدخشان برای مردم عادی منفیت نآورد. به مرز عسکران سرخ آمدند. صف آنهایی که مردم عادی را غارت می کردند از حساب فرماندهان این لشکر افزود. اما از طرف دیگر برای افزودن صف جوانان مبارز شرایط فراهم آورد. بعضیا امکانیت یافته زبان روسی را آموختند، با سربازان روس طرح دوستی بستند و جهان بینیشان از صحبت ایشان وسیع شد. در تاجیکستان حیات
ادامه داشت. زندگی برای مردم کمبغل روز تا روز گواراتر می شد. دوشنبه که تا دیروز یک دهه نظرناگیر بود، سیمایش را دیگر می کرد. ساختمان رواج می یافت. سال تا سال ساختمان بیناهای زمانوی اوج می گرفت، ولی مردم می ترسیدند که مبادا در رفتار و کردار به خطای راه دهند. از مرگ نمی ترسیدند، از بدنامی ترس داشتند. مبادا گرفتار تهمت گردند و طوق بدنامی تا به 7 پشت آیندگانش تأثیر رساند. در کشور وضع خوب نبود. اکثر کارمندان مقامات قدرتی از ملت‌های بیگانه بودند و برای آنها تفاوتی نبود که کدام را میبرند و چی کسی را سر میبرند، تیر میزنند و یا به کشورهای خنک بدرقه میکنند. سروران اول را نیز از مرکز کشور شوراها میفرستادند. سرور کمیته اجرایی مرکزی اگرچه در اساس قانون‌های عمل کننده رهبر اول جمهوری به شمار می رفت، اما از نتیجه کارهای خود منتظم به سرور اول حزب حسابات می داد. از وی مصلحت می پرسید. دیگر نمی توانست در تنهایی و با مصلحت اعضای کمیته اجرایی مرکزی مسئله را حل کند. راهبران حزب در همه جاده رهبری را به دست گرفته بودند. اکنون شوراها در جای دوم می ایستاد. سال 1933 بعد برکنار شدن نصرت الله مقسوم و عبدالرحیم حاجیبایف، دو سرور مشهور تاجیک، کافتوکاوی دشمنان خلق، در جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان اوج گرفت. به گفته راهبران بالا مقام آن دورانی تازه‌کنی حزب بود. این معرکه قریب 2 سال ادامه یافت و بلشویکان زیاد از حزب خارج شدند. در بین آنها شخصانی بودند که قریب 20 سال عضو حزب بلشویکی بودند و برای مستحکم نمودن ساخت دولتداری در سنگرها جانبازی ها کرده بودند. نمونه عبرت بودند. آن روزها عبدالله رحیمبای فعال بود. در واخوری و صحبتها سخن را از کردارهای دشمنانه نصرت الله مقسوم و عبدالرحیم حاجیبایف آغاز می کرد و با تحقیر و بدگویی ایشان جنبش می نمود. در چنین شرایطی دشوار سیاسی شیرینشاه شاه تیمور به منصب عالی تعیین گردید. او در مسکو تحصیل می کرد، اما با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان به تاجیکستان دعوت کرده شد و به مسند رئیس کمیته اجرایی مرکزی تاجیکستان تعیین شد. با وجود جوانی تجربه خوب اندوخته بود. محض او توانست در مقابل دشمنانی که در بر لباس دوست داشتند ناترسانه ایستادگری کند. هنوز در تاجیکستان بنیاد ساختار نوی دولتی ادامه داشت. هنوز در پیش کارهای زیادی بود که به خاطر دولت تاجیکان و ملت زرج دیده می بایست انجام داد. شاه تیمور در این وضع میان را از 7 جای بست و به کار شروع نمود. در جمهوری مسئله کشت پخته در جای اول می ایستاد. حکومت جوان شوروی به محصولات خام نیاز داشت و جمهوری های در گذشته پختکار وظیفه دار بودند که برای زیاد نمودن حاصل چاره و تدبیرها اندیشند. 5 ساله دوم ادامه داشت و تاجیکستان در اساس برنامه‌های پیش بینی شده وظیفه دار گردیده بود که در آینده نزدیک یکی از جمهوری‌های پیشرفته در پختکاری باشد. شاه تیمور به ناحیه‌های پختکار سفر می‌کرد، با دهقانان واخوری‌ها می‌گذراند، برای از بین بردن مشکل‌ها مدد می‌رساند. اما سال 1934 جمهوری نقشه پیش بینی شده را اجرا نکرد. کسی سبب نپرسید، بلکه راهبران جمهوری را به زیر تازیانه تنقید کشیدند.
شیرین شاه تیمور از این دل شکسته نشد، بلکه پیدا نمودن سبب‌های اجرا نگردیدن اجرای نقشه کمر همت بست و آن را پیدا کرده توانست. دانشمند و هوشمند که بود دریافت سبب نابراری ها دلخنوکی پختکاران بود. دهخانه که در گرما با 100 امید کلان میزند، بعد جمع آوری حاصل نمیتوانست برای زحمت کشیدهش مزد کرایی بگیرد. در بعض ناحیه ها حتی 1-2 سال نمیتوانستند مزد مهنت پختکاران را پرداخت کنند و بدل زحمت طاقت فرسا پختکار مواد غذایی میگرفت. حالان که دولت پخته استحصال شده را با نرخ ناچیز میخرید، همه این را میدانستند و دم به درون زده نمیخواستند صدا بلند کنند. بعد آموزش و تحلیل ها در اطراف مسئله مذکور اندیشه هایش را روی کاغذ آورد. شنونده های گرامی، شما романи کیفری دиловари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. анҷоми гуфтори 25